شرها و کفتارها دو رقیب سرسخت بر سر بقا و ابراز قدرت در برابر همدیگر هستند. هر دو گروه از حیوانات وحشی هستند و به صورت اجتماعی زندگی می کنند. کفتارها یکی از قوی‌ترین نیروی جوندگی را در اختیار دارد و شرها جانور با قدرت فیزیکی زیاد و در سرسختی دست بالایی دارد. در این ویدیو لحظه های از رو در روی این دو گروه را با همدیگر خواهیم دید. این دو گروه می تواند چه لحظه های مخوفی را در حیات وحش رقم بزند. اوکی، اعصابم خراب نشده؟ نه اوکی، دیر نشده. همین حالا اون لایک پدر سوخته را بزنید دیگه. اینجا حیات وحشی آفریقاست. در اینجا گونه های مختلف از حیوانات وحشی زندگی می کند، هم شکار و هم شکارچی. کفتار و شر دو گروه از حیوانات وحشی هستند و هر دو گروه در رأس هرم غذایی قرار دارند. دلایل اصلی نبرد شرها و کفتارها بر سر اثبات قدرت هستند. آنها برای همدیگر طعمه به حساب نمی روند. دسته از کفتارها این شیر ماده را محاصره کرده است تا که باقی مانده شکار را از چنگ او در بیاورد. ماده شیر که توان مقابله با گروهی از کفتارها را در خود نمی بیند، میدان را خالی می کند. ولی چند لحظه بعد شیر نر بر می گردد و دوباره کفتارها را از سر لاشه می تاراند. دو شیر نر دیگری که متوجه می شود کفتار حد و مرز قلمروی آنها را زیر پا کرده است. برای ادب کردن این کفتار حمله می کند و پیوسته گازهای مرگبارش را بر بدن کفتار فرود می آورد. شیرها مجهز به نیش‌های 4 اینچی هستند که می توانند ستون فقرات یا مهره‌های گردن کفتار را بسیار به سادگی خرد کنند. یک دسته دیگر از کفتارها به دور این ماده شیر حلقه زده است و مرتب بر او حمله می کند. شیر نیز فهمیده است که به دردسر بسیار بزرگی افتاده است. پر و کله زدن با این همه کفتار کار سخت و دشواری است. روز زمانی که شیر در اوج تنهایی به سر می برد، ناگهان گله‌ای از فیل‌ها سر می رسد و گروه کفتارها را می تاراند. در این زمان ماده شیر فرصت پیدا می کند تا از این مهلکه جان سالم به در ببرد. یک گله بزرگ از کفتارها که دوست ندارد شیر یک غذای لذیذ را درست در برابر چشمان آنها به تنهایی بخورد، به غذای شیر هجوم می برد. شیر چاره‌ای جز تفاهم ندارد. او نمی تواند به تنهایی این همه غذا را در برابر چشمان کفتارها بخورد. شیر نر برای ابراز قدرت و حفظ قلمرو گله کفتارها را تهدید می کند. او به کفتارها هشدار می دهد که با متجاوزان و مزاحمین برخورد خواهد کرد. این شیر از ترس گله گاوها روی شاخه درخت بلند شده است. این دو دشمن دیرینه حیات وحش گذشت و مدارا را در برابر همدیگر فراموش کرده است. اما در اینجا داستان به گونه دیگری است. شیرها فرصت پیدا کرده است تا به این گاو تنها حمله کند. یک بار دیگر دشمنی گاوها و شیرها عمیق‌تر می شود. شیر با گوزن‌های یالدار نیز مانند بوفالوها دشمنی دارد. یکی از دردسرهای سلطان شدن در دنیا همین خلق دشمنی‌های گوناگون است. سگ‌های وحشی ماده شیر و توله او را به محاصره درآورده است. در اینجا هدف سگ‌ها مادر نه، بلکه توله ماده شیر است. و اما مادر توله اش را در این فضای وحشی تنها نخواهد گذاشت، بلکه تا آخرین توان از بچه اش دفاع خواهد کرد.
این شیر بیباک زمانی که میخواست از درون آب بگذرد کروکودیل او را غافلگیر میکند، اما این فقط یک حمله بی حساب شده از سوی کروکودیل بود. گروه گاوهای خشمگین عرصه را برای شیر به تنگ آورده است. شیر نر بی‌ناچار روی درخت بلند شده است. احتمالاً گاوها بین خودشان میگوید جرأت داره بیا پایین که همین حالا این شاخ را به اونجا فرو میکنم یا نه. ببخشید. میمونی که میخواست چابکیش را به رخ پلنگ بکشد، ولی فهمیده شد پلنگ از او چابکتر است. این کروکودیلی که میخواست بیاد در خشکی و پوستش را برنزه کند، اما شیرها تفریح او را به هم میزنند. دسته از شیرها به این کروکودیل حمله کرده است و کروکودیل مجبور می شود از همان راهی که آمده بود برگردد. سپاسگزارم که تا این لحظه با من بودید. در این کانال بهترین ویدیوهای حیات وحش را جمع آوری کرده و برای شما منتشر میکنیم. اگر مایل برای دیدن همچنین ویدیوهایی هستین، کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک ویدیو را فراموش نکنید. برای تک تکتان هر جای این دنیا که هستید زندگی شاد و آرام آرزو میکنم. تا ویدیوی بعد مراقب خودتان باشید. بدرود.